یه حکایت خیلی جالب از آنتونی رابینز که 3 نتیجه فوق‌العاده داره که آخر سر میگم. گوش بده. به هنگام بازدید از یک بیمارستان روانی از روانپزشک پرسیدم شما چطوری میفهمید که یک بیمار روانی به بستری شدن در بیمارستان نیاز دارد یا نه؟ روانپزشک گفت ما وان حمام رو پر از آب میکنیم، یه قاشق چایخوری، یک فنجان و یک سطل جلوی بیمار میذاریم و از اون میخوایم که وان رو خالی کنه. من گفتم آها فهمیدم، آدم عادی باید سطل رو برداره چون بزرگتره. روانپزشک گفت نه، آدم عادی در پوش زیر آب وان رو برمیداره. حالا شما میخواید تختتون کنار پنجره باشه یا نه؟ خیلی بانمکه، ولی 3 نتیجه خیلی مهم همین داستان داره. نتیجه اولش اینه که راه حل همیشه توی گزینه ها نیست. مورد دوم اینه که در حل مشکل و هنگام تصمیم گیری نباید هدفمون یادمون بره. توی این حکایتی که گفته شد هدف خالی کردن آب وان بود، نه اون ابزار پیشنهادی که بهشون داده بودن اون خیلی مهم نبود. اینا نمیخواستن شما حتما از اون ابزار استفاده کنید، اینا میخواستن آب وان رو خالی کنن. خب پس ما همیشه باید وقتی که میخوایم یه مشکلی رو حل کنیم به هدفمون فکر کنیم. وقتی میخوایم یه تصمیمی بگیریم حتما باید به هدفمون فکر کنیم. و مورد سوم این که راه حل همیشه جلوی چشم ما نیست. میگه مغز ما یک دینام 1000 ولتیه که ما فقط به اندازه روشن کردن یه دونه لامپ ازش استفاده میکنیم. گاهی اوقات اون لامپ هم استفاده نمیکنیم، روشن نمیکنیم. حکایتش بامزه است، ولی امیدوارم که نتیجه خیلی خوبی ازش گرفته باشی. اگر به این دسته از داستان‌ها علاقه‌مندی حتما کانالمو سابسکرایب کن و من تو رو توی ویدیوهای بعدی میبینم.